این لله و این الیه راجعون. همگی ما از سوی خداوند آمدیم و بازگشت ما به سوی او است. کی ما مفهوم این آیت را درک خواهیم کرد؟ این آیت تنها به خاطر همان نیست که وقتی خبری مرگ نفری را شنیدی بعد به زبان بیاری. همگی میدانیم که وقتی خبری مرگ رفیقت است، همسایت است، برادرت است، خبری مرگ نفری را میشنویم، باید بگوییم که این لله و این الیه راجعون، یعنی که ما از سوی خداوند آمدیم و بازگشتی همه ما به سوی او است. لیکن چرا ما نمیفهمیم و درک نمیکنیم که این آیه تنها به خاطر آن نیست که وقتی خبری مرگ کسی را تا نشنوی این آیت را باید که فراموش کنی، باید که در جای بیستد تا همین دم. نه، وقتی که شما میگویید که ما همه از سوی خداوند آمدیم و بازگشتی ما به سوی خداوند است، شما الکی تصدیق کرده ایستاده اید که بازگشتی شما به سوی خداوند است. و همه ما، هر یکی ما آرزوی بهشت را داریم. کیست نفری که نمیخواهد به بهشت درآید؟ آیا یگان کس میگوید که من نمیخواهم به بهشت در آمدن؟ نه، این گونه نفر یافت نخواهد شد. لیکن ما به خود سوال نمی کنیم که برای به بهشت در آمدن ما چی کار کرده ایستادیم؟ چی کاری کردیم برای سزاوار لایق شدن به در آمدن به بهشت؟ هر یکی ما و شما، هر یکی شما خود در جای نشینید، بگاه نه، شب نه، فردا نه، حاضر، خودی همین حاضر این ثبت را در حالتی قرارداد گذارید، در پاوزه گذارید و با خود سوال کنید که من بهشت رفتن میخواهم. جواب خود را بگیرید و سوال دوم را برای خود بدهید که من برای به بهشت رفتن چی کار کردم؟ چی کار کرده ایستادم؟ شما میگویید ما در این دنیا آدمان همین گونه ایم که میخواهیم که به خانه باز هم بلندتر یا اینکه حجره هایش بسیارتر کوچ بندیم و تمامی کوشش ها را میکنیم که برای همین خانه را به دست آوردن و میدانیم که چی کار باید کرد. چی باید کرد؟ باید که مبلغ بسیار کار کرد تا اینکه آن خانه را خریداری نماییم. لیکن ما میدانیم، برای ما معلوم است که برای به بهشت رفتن، برای سزاوار شدن بهشت چی کار باید کنیم. لیکن ما تنها آرزو میکنیم، تنها آرزوی در آمدن به بهشت را میکنیم و خلاص. لیکن آن مبلغ های را که برای به بهشت در آمدن برای ما سبب خواهند شد که آن هم عبادت است و از همه اساس رحمت خداوند است، ما برای به دست آوردن این هیچ کاری نمی کنیم و تنها آرزوی بهشت را کرده باز به حیات دنیایی خود، به عشق دنیا، به غم و اندوه دنیا مشغول هستیم.
این معنای آن را ندارد که اکنون باید که کارهای دنیوی را همش را یک جا گذاشت و تنها فقط و فقط عبادت کنیم. زیرا برخی از برادران این گونه شهرها را نادرست میفهمند. نه، باید که کارهای دنیا را هم بکنید، لیکن همه باید که در قانون و قاعده باشد. به همان خاطره که کارهای دنیا را کنید، لیکن وقتی عبادت آمد، وقتی یاد خداوند آمد، این کارها را یک طرف گذارید. این بسیار مسئله خیلی کلان است. آیدی این مسئله میتون ساعتها صحبت کرد، لیکن فرصت تنگ است، وقت تنگ است و انشاءالله اگر خداوند نصیب کرده باشد و فرصت برای ما بدهد، باز یک موضوع وسیع‌تر آیدی این صحبت خواهیم کرد. دوستان من، چشمهایتان را باز کنید. جوانهایی که هستند مغرور به جوانیتان نشوید. برای امروز همان 2 سوالی که کردیم همان را به خود بدهید و جواب خود را بگیرید و معلوم می شود که این حیات شما، این زندگی شما به کدام سو رفته ایستاده است. زیرا باور کنید که هنگامی که ما میمیریم، ما را از خانه های ما نمیپرسند، ما را از مبلغ های ما نمیپرسند. نمیپرسند که تو چند خانه داشتی، چند ماشین داشتی، چند خانگی داشتی، چند سوم کار میکردی. این چیزهای دنیوی است، چیزهای دنیا. اینها برای ما و شما یاری رسان نمیشن. آنی که 10 خانه داشت، آنی که خانه نداشت و آنی که 1 خانه داشت، همگی کجا می رویم؟ همگی مرگ را می چشیم و می رویم به سوی پروردگار خود. برای همین دوستانم 2 سوال: آیا شما می خواهید وارد بهشت شوید؟ و چی کار کرده ایستادید؟ چی کار کردید برای سزاوار شدن به آن؟ دوستان عزیز، ثبت های بیشتری ما را می توانید در شبکه ما در یوتیوب با نام برادر مسلم پیدا نمایید. خداوند نگهبانی هر یک شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.